إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه پروردگار، پیش از همه خداوند جل و علا را شکر، حمد و سپاس و ستایش زیاد میگوییم. خداوند جل و علا را برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش حمد و سپاس و ستایش و شکر بی اندازه میگوییم. و در حقیقت با شکر گفتنها و سپاس گفتنها و به یاد آوردنها و قدر کردنها نعمتها با برکت و زیبا و مبارک و با برکت میشون. برادران عزیزم، خداوند جل و علا را حمد و سپاس میگوییم که در این فضای صلح و ثبات، در این فضای ایمان و تقوا و همدلی و محبت، ما و شما را در این مکان مقدس خانه خداوند جل و علا جمع آورد. خداوند جل و علا را برای ایمان، برای اسلام، برای قرآن، برای سلامتی، تنصیحتی، برای صلح و ثبات این مملکت و تمام دنیا خداوند جل و علا را حمد و سپاس و ستایش زیاد می‌کنیم. چنانه که می‌دانید در فضیلت‌های امروز پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در این روز یک ساعتی هست، لحظه های اجابت دعا هست. اگر انسان دست به دعا بردارد یا در نماز باشد، از خداوند جل و علا هر چیزی که طلب کند خداوند جل و علا برای او نصیب می‌گردد. در این حالت های اجابت دعا کنیم که خداوند جل و علا همه ما و شما را عمری درازی مبارک با برکت نصیب بفرماید، ما را زندگی با بندگی نصیب کند، تنصیحتی و سلامتی و تندرستی و صلح و آرامی را همیشگی گرداند و این فضای محبت و این فضای اخوت و این فضای ایمان و تقوا را از بین ما نگیرد. خداوند گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت گرداند، قبرهایشان را با نور قرآن منور و روحانشان را شاد بدارد. پروردگار آنانی که سهم دارند و سهم می‌گذارند برای ترمیم و پیشروی این مرکز، پیشروی این دین خدمت میکنند، پیشروی این مسجد خدمت میکنند، پروردگارا در عمر و کسب و کار و فرزندان و عمرشان و تجارتشان برکتت را همیشگی بگردان. بیماران را شفای کامل عاجل نصیب بفرما. ما را هم پروردگارا زندگی با برکت و زندگی با سعادت نصیب بفرما و ما را خاتمه به خیری نصیب بگردان و دعاهای ما را اجابت فرما. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیزم، موضوع موعظه ما برادران عزیزم این نقش کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов در راه تحکیم خودشناسی ملی است. وقتی که ما درباره کتاب تاجیکان گپ میزنیم در عموم این علم است و شاعر بسیار زیبا میگوید مالی که زیتو کس نستاند علم است، هرزی که تو را به حق رساند علم است، جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است. برادران گرامی، طوری که برای همه ما و شما عیان است، جوهر تعلیمات دین مبین اسلام را آموزش علم و دانش تشکیل می‌دهد. در تعلیمات اسلام بیخبری و بی‌علمی و جهالت و تقلید کرکرانه و ناآگاهانه و به دنبال چیزی گشتن با راه‌ها مذمت شده، به مسلمانان گوشزد شده و هشدار داده شده است. چنانکه که خداوند جل و علا در سوره اسراء آیت 36 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
أولئك كان عنه مسئولا. به نام خداوندی به اندازه مهربان نهایت با رحم. خداوند جل و علا در سوره اسراء آیه 36 می‌فرماید و پی چیزی مرو که تو را دانش آن نیست. هر چیزی رو که علم نداریم، در هر موضوعی که، در هر فنی که، در هر عملی که اگر ما علم نداریم باید پی آن نگردیم. و درستی که هر یکی از گوش، چشم و دل پرسیده خواهد شد. یعنی انسان بیهوده خلق نشده است و باید زندگیش رو بیهوده نگذراند. آن چیزی که علم ندارد نرود، آن چیزی رو که نمیداند نگوید. برای آنکه چی؟ خداوند جل و علا میگه این السمع، و درستی که از شنوایی های شما پرسیده میشه، و البصر، و از چشمان شما پرسیده میشه، و الفؤاد، و از دل شما پرسیده میشه. کل اولئک کان عنه مسئولا. پس انسان نباید بیهوده بگوید، نباید بیهوده برود. در جایی که علم ندارد، در جایی که هدف ندارد باید نرود. و خداوند جل و علا در قرآن میگوید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا شما میپندارید، شما فکر میکنید که شما همین خیلی الکی و بیهوده خلق شدید؟ و انکم الینا لا ترجعون، شما فکر میکنید که همین زندگی، همین کائنات، همین همه مخلوقات بیهوده؟ برادران عزیزم، انسان چنان شرف و مقام و جایگاهی نزد پروردگار جل و علا دارد که خداوند تمام کائنات را، آفتاب و ماهتاب را، روز و شب را، همه را به خاطر انسان خلق کرده است. همزمان در 10 آیت دیگر به اهمیت علم و نقش دانشمندان در پیشرفت علوم و تأمین سعادت انسان اشاره شده. مسلمانان به طور مقرر و فراگیری علم و دانش دعوت گردیدند. خداوند جل و علا در آیات 11 سوره مجادله می‌فرماید که خداوند آنانی را که از میان شما ایمان آوردند و آنانی را که به آنها علم عطا کرده شده است به مرتبه‌های بلند جای داده است. و الله تعالی به آن چه میکند آگاه است. گذشته از این خداوند جل و علا به پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند که بگو در قرآن سوره طه آیه 104 و قل رب زدنی علما، و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم رب زدنی علما، پروردگارا علم مرا افزون گردان. این مقدمه ای که ذکر کردیم شهادت از ضرورت آموزش علم و دانش می‌دهد، مخصوصا در شرایطی حاضران. همان ملت‌های دست بالا و موفقند که به علم تکیه نموده به قدر امکان توانستند اندیشه و عقیده‌های خرافاتی را در جامعه خود پاک سازند. یعنی امروز یگانه راه سعادت این علم است و ایمان است. برادران عزیز، خدا را شکر که امروز همه شرایط ضروری برای آموزش علم و دانش مهیا است. تنها ما باید از این شرایط به فایده خود و فرزندانمان ثمرناک استفاده بریم. چنانکه که شما می‌دانید در سالهای اخیر به خاطر ترغیب شایسته کتابخوانی و کتابداری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است راه اندازی گردیده که این تشبث نیک ذوق فرزندان ما را به کتابخوانی بیشتر نموده. سال 2022 پیشوای معظم ملت باز یک تشبث نیک نشان داده امر دادند که آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار کرده شده. برای در سطح شایسته برگزار شدن آزمون مذکور و سزاوار گردانیدن غالبان آن حدود 1.5 میلیون سامانی جدا گردیده است. برادران گرامی، از همه شما دعوت می‌نمایم که این فرصت را غنیمت دانید، فرزندان خود را تلقین کنید، تشویق کنید که به جای هر گونه سرگرمی‌های دیگر در چنین آزمون‌ها اشتراک کنند که باعث سربلندی شما خواهند شد. همه شما آگاهید
که به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان با سپارش سرور دولت شاه اثری بابا جان غفورов تاجیکان نشد و به هر یک عائله کشور دسترس کرده شد. در شرایط امروزه جهانی شوی و رشد تکنولوژی اطلاعاتی که وارد شوی عنصرهای بیگانه و فرهنگ ملی آسان گردیده است، بازنشر و دسترس ساکنان گردیدن کتاب تاجیکان اقدام سریوقتی و وطن دوستانه می باشد. چنانکه که شما می دانید، باز با فرمان رئیس جمهور قرآن کریم به زبان تاجیکی ترجمه کرده شده و به تمام عائله ها تقسیم کرده شد تا اینکه فهم مردم از دینشان بیشتر شود. تاجیکان ابرمردانی به دنیا آوردند که هر کدام در زمان خویش با خیرت، ذکاوت و دانش در محور علم و تمدن بشری قرار گرفتند. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی، توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیمای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. وابسته به این شخصیت و کارنمایی‌های گذشتگان ما بزرگترین چهره‌های جهانی با تأثیرات بلند سخن گفتند. پس چرا ما باید به گذشتگان خود افتخار نداشته باشیم؟ پس چرا ما با تکیه به دیروز پر افتخار فردایی با سعادت بنیاد نسازیم؟ ما ببینیم بزرگانی که هم در دین سهم بزرگی داشتند. صحیح‌ترین کتاب در اسلام یعنی قرآن رو بگیم، این سخن خداوند جل و علا است، کتاب خداوند جل و علا است، این کلام انسانی نیست. اما صحیح ترین کتاب بعد از قرآن این صحیح البخاری است برادران عزیز، که در آن حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است. یعنی بزرگان ما و شما هم در دین، علم های دینی و هم در علم های دنیوی خیلی سهم بلند داشتند. پروفسور فرانسوی جک ریسلر اظهار می‌نماید که پرنفوذترین طبیب علمی در تمام عالم عصر میانگی ابو علی ابن سینا تاجیک است. اساسگذار علم الگبر الخوارزمی تاجیک است. جمال الدین نام دانشمند تاجیک در چین 7 نوع اسباب ستاره شناسی اختراع کرد و در تقویم دقیق ترتیب داد. سال 1281 در تمام قلمرو چین بزرگ به رسمیت درآورده شد. دقیق ترین تقویم علمی تقویمی عمر خیام تاجیک است. و این روی خط می توان صدها نفر دیگر را با دستاوردهای عظیمشان علاوه کرد. برادران گرامی، البته افتخار ما از گذشتگان نباید یک افتخار دروغین و خسکی باشد. خواهش میکنم راه بکشید. استاد دوام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم.